برای ذهنیت بهتر و بهره‌وری بیشتر از روزت میتونی عادتهای صبحگاهی خیلی خوبی هم داشته باشی. مثلا بیدار شدن زودتر از حد معمول. تو یه تایمی داری که هر روز بیدار میشی، نمیدونم ساعت 11 ساعت 12 یا هر تایم دیگه. سعی کن زودتر از اون تایم بیدار بشی. مثلا ساعت 7 ساعت 8 یا هر ساعت دیگه که زودتر واسط. این کار بهت کمک میکنه که بتونی زودتر به کارات برسی و جدای از این استرس روزتو ازت میگیره. یا برای اینکه روزتو با آرامش شروع کنی فقط 30 دقیقه زودتر از حد معمول خودت بیدار شو. دومین موردی که میتونه خیلی بهت کمک بکنه مدیتیشنه. من داخل ویدیوهام خیلی روی مدیتیشن تاکید میکنم، چون مدیتیشنه که بهت کمک میکنه ذهنت آروم بشه، ذهنت توی حال باشه و بتونی خیلی بیشتر روی هدفات تمرکز بکنی. سعی کن 15 دقیقه توی روزت رو به مدیتیشن اختصاص بدی. 5 دقیقه صبح، 5 دقیقه عصر و 5 دقیقه هم موقع خواب. این مدیتیشنه که باعث میشه ذهنت آروم بشه و توی طول روزت بتونی خیلی راحت‌تر کاراتو انجام بدی. توی مورد سوم میخوام بهتون بگم که یه سری تمرینات ورزشی خیلی سبک رو شروع کنید. چه تمرینی؟ مثلا با پیاده روی شروع بکنید. وقتی که از خواب بلند میشین سعی کنید 30 دقیقه پیاده روی کنید. خیلی بهتون کمک میکنه و این باعث میشه که خیلی روزتون رو پر انرژی‌تر و شاداب‌تر شروع کنید. چرا اینو میگم؟ چون تمرین و فعالیت کوچیکی که توی روز انجام میدی باعث میشه که ذهنتو خیلی آروم‌تر کنه و باعث ترشح یه هورمونی بشه که روزتو خیلی بهتر بگذرونه. بریم سراغ چهارمین مورد. سعی کن یه صبحونه خیلی خوب بخوری. یه صبحونه بخوری که توش مواد مغذی داشته باشه، یه صبحونه بخوری که توش فیبر داشته باشه، فیبرش کافی باشه، چربی خوبی داشته باشه و باعث بشه که تو روزتو خیلی پر انرژی تر شروع بکنی. این انرژی بهت کمک میکنه که کارهای روزانه‌تو خیلی سریعتر انجام بدی. فعالیت ذهنیت خیلی راحت‌تر باشه و بتونی خیلی کارهاتو منظم‌تر جلو ببری. پنجمین مورد نوشتن اهداف روزانه‌ته. وقتی که از خواب بلند میشی و این کارها رو به ترتیب انجام میدی، سعی کن اهداف روزتو هم کامل بنویسی. چه کاری قراره امروز انجام بدم؟ حتی فردا که بیدار شدی دوباره کارهای جدیدت رو لیست کن. و این برنامه که به تو کمک میکنه کارهاتو مکتوب داشته باشی، بتونی معنادار باشه کارات و خیلی منظم کاراتو انجام بدی. برای ششمین مورد بهت پیشنهاد میکنم که به محتوای انگیزشی گوش کنی. پادکست گوش کن یا اصلا 10 صفحه کتاب بخون که اون انگیزه روزتو بهت بده. سعی کن با خوندن یا با شنیدن این رو انجام بدی، یا پادکست یا با خوندن چند صفحه کتاب. مثلا من برای محتوای انگیزشی خودم سعی میکنم به یکی از زندگی‌نامه‌های بزرگترین افراد و موفق‌ترین افراد گوش بدم. یکی از زندگی‌نامه‌هاشون رو دانلود میکنم و میشینم گوش میدم. خیلی جذابه. و برای هفتمین مورد، با اینکه خیلی تاکید کردم، فقط کافیه که شکرگزاری کنی و قدردان نعمتایی که داری باشی. شکرگزاری خیلی به تو کمک میکنه، چون شکرگزاری برای فرصت‌های جدید میتونه تفکر مثبتی هم برات داشته باشه و این تفکر مثبتی که میتونه به اهدافتون رو نزدیک‌تر کنه. هم تفکر مثبت داشته باش، هم شکرگزار باش. شکرگزار چیزای کوچیک، قدردان چیزای کوچیک. مهم نیست چی باشه، مهم نیست چقدر کوچیک باشه، فقط شکرگزار یا قدردانش باش. شاید بپرسی چرا این عادت اصلا مهمه؟ چرا باید این کار رو انجام بدم؟ بچه‌ها، علم و تحقیقات نشون داده که با این کارهاست که شما میتونید روز خیلی خوبی داشته باشین. از چه لحاظ میگم خوب؟ از لحاظ اینکه شما میتونید کارهاتون رو منظم انجام بدین، ذهنیت خیلی بهتری داشته باشین و به هدفهاتون نزدیکتر بشین. کاری که ما قراره اینجا با هم دیگه انجام بدیم اینه که به هدفهای خودمون نزدیکتر بشیم.